اندری سرینک شورای روسی مسئول افغانستان و آسیای مرکزی و رهبر مرکز آموزش سیاست افغانستان در تلگرام کانالش با تکیه به منابع خود در دوشنبه خبر داد که امیر قطر شیخ تمیم بن احمد آل ثانی روز 8 یونیو سال 2023 در حاشیه سفر دولتیش به تاجیکستان با رهبران مقاومت ضد رژیم طالبان از جبهه مقاومت ملی افغانستان ملاقات کرده است. قطر قرار معلوم یک تکیهگاه اصلی و مبلغ اساسی حرکت تندرو طالبان که از ماه آگوست سال 2021 حکومت را در افغانستان به دست خود گرفته است به شمار می رود. منبع سرینگ گفته است که ملاقات امیر قطر با رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان احمد مسعود و سابق نایب رئیس جمهور افغانستان امرالله صالح که اولا خود را اجرا کننده وظیفه یا کفیل این مقام می شمارد در ورزاب دایر شده است. امیر قطر بنا به سر و صداهای رسیده برای میانروی بین جبهه و طالبان میل نشان میدهد، اما نتیجه های ملاقات هنوز معلوم نیست و باید ببینیم که در موقع گیری های هر دو طرف چه تغییرات به عمل خواهد آمد. البته اگر تغییرات به عمل بیاید، تاکید کرده است منبع شورای روز. نمایندگان جبهه مقاومت و دیگر گروه های مخالف رژیم طالبان و همچنین مقامات تاجیکستان این خبر را تا کنون شرح ندادند. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان تصدیق کرد که شام 8 یون امام علی رحمان و میمانش امیر قطر از موضعهای زیبا و دلفریب قرارگاه بیرون شهری تکوب بازدید کرده در موضعهای زیبای نویه ورزاب گشت و گذار و صحبت آزاد و دوستانه نموده از طبیعت زیبا و هوای تازه تاجیکستان آفتابی حلاوت بردند. ولی در اطلاع رسمی درباره اینکه آیا امیر قطر ضمن این بازدید از ورزاب با احمد مسعود و امرالله صالح هم دیدار داشت یا نه چیزی گفته نشده است. امیر قطر شیخ تمیم بن احمد آل ثانی روز 8 یون با یک سفر دولتی وارد تاجیکستان شد. در جریان این سفر بین دو کشور 15 سند از جمله 5 سازشنامه، 9 یادداشت تفاهم و یک برنامه همکاری به امضا رسیده. امام علی رحمان و امیر قطر همچنین نیمه دوم روز 8 یون در مراسم افتتاح مسجد مرکزی دوشنبه اشتراک کردند. این مسجد که بر پایه بیش از 100 میلیون دلار سرمایه‌گذاری قطر ساخته شد، بزرگترین مسجد در آسیای مرکزی دانسته می شود. قطر یکی از مبلغ گذاران اساسی حرکت طالبان به شمار رفته. در طول سالها پایتخت شهر دفع میزبان دفتر سیاسی طالبان و مکان مذاکرات امریکا با این حرکت تندرو بود. اگر خبر ملاقات امیر قطر با احمد مسعود و امرالله صالح در ورزاب تصدیق شود، پس این به معنای است که دوشنبه در راه پیشبرد سیاست خود در قبال افغانستان از مبلغ گذار و تکیهگاه اساسی طالبان امیر قطر هم در این راه کمک و مساعدت خواسته است.